برای تبلیغ رایگان مال و محصولات شرکت‌های وطنی. تربوز رنگی زرد؟ رنگی زرد. من باری اول می‌بینم در عبدالله بخشش که تو نمی‌تونی چشیده. از فرصت استفاده برده یک تا دیگه میچشم تا سال آینده خدا عمر میتید یا نه. بعد تربوز اصلا یک بار چشیدن نمیدونم چی میشه دیگه. اون طرف هم هست با خوردن در کار. بعد کامera بگی ببر چیکه پیش کامera دا میگیرم. با تشکر از شما. این من انتظار نداشتم. واقعا میخواستم که امروز یک چیز خوب تبلیغ کنیم، یک حرفی خوب بگیم، از شرکت‌های وطنی بگیم، از پیشرفت‌ها بگیم، ولی وقتی که روبروی واقعیت‌ها میمونه آدم لال میشه دیگه. سوال گشنگی اومده. چی اومده؟ سوال گشنگی. نفهمیدم اکا. چی با؟ برای چی؟ کی میگن اکا؟ ممکن نیست؟ برای چی آخی؟ ما روزنامه‌نگاریم آخی. شما کی هستی اکا جان؟ ای بچه هم نمیتونم. ای بچه چی؟ بچه هم نمیتونم. بگی کامل تاسو. چون این مردم هم میدن که پشت رشادگاه انتظار بودن که کی مقامات رسمی از اینجا دیدن کند و گذر کند. از لحاظ اقتصادی ما تامین باشیم و شکم ما سیر باشد، ما در این نمایشگاه حمله نمیکنیم. برای از بازار خریدن چه مشکل داریم ما؟ نرخ نو قیمت‌تر کمتر. چی نکنه؟ از خودمون تا کجا میگریزیم برادرای عزیز؟ برای شما پیشنهاد میکنم مهاجرانی که در فدراسیون روسیه ما رو میبینید، اولتر آدم خدا کند که با پای شما خار نخلد و شما سلامت و بردم و سرپول به نزد فرزندانتون برگردید. ولی خدای نکرده اگر شما از بیماری‌های ستون مهره، گریژا، استرخاندروز و عموما هر بیماری که به میان ربط دارد اذیت میکشید، حتما مراجعت کنید به دکتر بختیار که در نزد بازار صدوات شهر مسکو یک مرکز طبابتی حجامه گشوده است که شما در اکران معلومات بیشتر از مرکز طبابتی حجامه خواهید دید و همزمان ما بازم شرح بیشتر از مرکز طبابتی حجامه در جای اپیسان، یعنی در جای شرح بیشتر میگذاریم و باور داریم که شما با رفتن به نزد دکتر بختیار پشیمان نخواهید شد. همزمان به سهم شما میرسونیم که در اکران میبینید و در جای اپیسانی دکتر بختیار از رفت طبابت خودش ویدیو گزارش ها برای شما پیشنهاد میکند. من خودم شخصا چند از این ویدیو گزارش ها را دیدم، بسیار مفصل آنجا برای شما اطلاع میدهد که کدام نمود بیماری رو چگونه طبابت میکنند. خواهش میکنم به همین صفحه برادر بختیار هم آبونه شید و هم ویدیوهاش پیگیری کنید و برای دیگران پیشنهاد کنید. درود بیننده عزیز شبکه شما دلیر ممالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و سر حال و شکمی سیر هستید. امروز ما توجه کردیم مخصوص به کلمه شکمی سیر، چون حضور داریم در فورم بین المللی صادراتی باختر فود 2022 که آنجا مال و محصولات وطنی در فروش است، در تبلیغ است و ما اولتر از همه آمدیم برای تبلیغ رایگان. به این کلمه توجه کنید، برای تبلیغ رایگان مال و محصولات شرکت‌های وطنی که صاحبکارای وطنی اینجا مال و محصولاتشون در فروش گذاشتن و در برابر تبلیغ مال و محصولات ایشون میخوایم از سبوکی هایی که بالای شرکت ها آورده شد همچون صاحبکارا مراتوری که پرزیدنت کشور اعلام کرد در عمل تطبیق شد و یا نه، و سوالی بعدی ما از مشکل و پرابلمی که آنها دارند در سمت استحصالات. رفتیم برای تماشای باختر فود 2022. خب از قسمت دست چپ نمایشگاه اگر شروع کنیم، اینجا نمایندگی از بانک های دولتی، از امانت بانک، صنعت صادرات بانک که بانک نو است، بانک اسخاتا، با نمایندگی از بانک های تاجیکستان همگی سه بانک اینجا در مال و محصولاتشون در تبلیغ گذاشتن، یعنی خدمت رسانیشون انیق‌ترش همه برای دهقانان و صاحبکارا در نمایش گذاشتن، خدمت رسانی که آنها دارن. یعنی این نمایشگاه برای صاحبکارا و دهقانان یک برد دیگر هم دارد که آنها با استحصال مال و محصولات یکدیگر آشنا میشن و از تجربه های یکدیگر میآموزند و در همینجا بعضا شرطنامه های شفاهی و خطی همکاری هم بسته میشد بین شرکت. ما میبینیم که اینجا گفتگوی همکاری رفته است. یک لحظه ممکن خواهش میکنم، بخشش تشریح شدم یک دقیقه. این تربوز رنگی زرد؟ رنگی زرد. من باری اول میبینم در عمری بیش از 30 سالم. جمعیت سامان پشته اولین است. این در کجا استحصال میشه تربوز رنگی زرد؟ در ناحیه جیخون، در ناحیه کلخوزآباد، خبودیان، شرطوز. تجربه سال چندم است؟ تجربه سال پنجم. سال پنجم. ببینم که با ژاپن همکاری میکنن این محصول یک جای. این شرکت مشترک تاجیکستان و ژاپن است. اما مردم تربوز رنگی زرد چه قبول کردن وقتی که اولین بار با بازار برآوردیم؟ شوک. همین خیلی که من از شوکه غلطیدم. اجازه هست مزه شب بچشم یک بار؟ یک بار من مزه زردش هم میچشم و مزه سرخش هم، ببینیم که از یک دیگر. عبدالله بخشش که تو نمیتونی چشیده. شوک.
خب از روی مزه های قبلی که من تربوز رنگ سرخ میچشیدم تقریبا همون مزه است ولی برای من عجیب بود سرخش میچشم. نمیدونم عادت است چی است که حتما رنگ سرخ برای ما با مزه تر میتونه ولی حتما مسئولیت میتونم که تربوز رنگ زرد هر کجا دیدین یک بار بچشین. چی نوع است؟ چی نام داره؟ حالا میخوام فهمم که نوعش چی است نامش چی است. تربوز زرد. تربوز زرد یگون نامش نگذاشتین دیگه. Yellow watermelon. آها. در مسئله ماراتوری که پرزیدنت اعلان کرد علاقه سبوکه شما احساس میکنید یا نه؟ در ماراتوری برای صاحب کارا بود ولی احساس نکردین ماراتوری؟ نه. در سمت استحصال همین نمود تربوز و همکاری با کشور ژاپن شما در رفتی کار یگان مشکلی ها دارین یگان پرابلم هایی دارین که امروز بگیم با مسئولین شاید روی حلش اینجا میبینن؟ حاضر جانه همه چی اوکی قبول شده. در چند گکتار حال شما تجربه گذراندید؟ 12 گکتار. این تربوز میتونه در دیگر منطقه هم باشه فقط در منطقه ختلون است؟ میتونه که در دیگر منطقه هم شدن میتونه. سلام چی میخواست؟ چیزی از همه مهم کیلو کتی یا دانه کتی میفروشین؟ کیلو چند است کیلو؟ تقریبا یک 30 سنت 35 سنت. این برای صادرات برای داخل چی؟ کیلوش 3 سومون. یعنی تقریبا نرخ هم تربوز رنگ سرخ بله هیچ فرق نداره. کی میخره این؟ تربوز زرد البته قیمت‌تر. قیمت‌تر است نسبت به سرخ. یک تجربه بود در یک مساحتی معاینه کرده بودیم ما اینا برای فهمیدن که همین تربوز مدرمون میشد بغیر از این تربوز سیاه و تربوز بدونک. تربوز بدونک نیست درونش سرخ است بالاش سیاهی. این بود که این معمولی پلاک بابایی دم شدین. این تربوزی زمستانه نیست. اینا عرلاش نکنین این تربوز سیاه است. تربوز زرد از تخمی استحصال کره جنوبی و این تربوزها رو ما اگزوتیکی میگوییم. این اصلا نرخش قیمت است. من حاضر اینجا مهمون اومدن از روسیه و از دیگر مملکت اومدن بسیار همکاری و ایدی من همین نمودی تربوز کردن میخوان که در مغازین هاشون هم چیزا رو فروشن. ولی در بازار برآورده شما؟ نه این برای بازار نیست این برای یک تجربه است. با بازار کی میبره؟ سال آینده ما میخوایم که همین مونده اصلا برای صادرات هم برای بازار داخل کنیم برای که نرخش اصلا قیمت‌تر است. هم تو ما اگر سال آینده با بازار رفتیم تربوز زرد بپرسیم تمام دیگه. بله. سال آینده بچه‌ها امسال نبود است. ما از فرصت استفاده برده یک تا دیگه میچشم تا سال آینده خدا عمر میتید یا نه یک تا دیگه میچشیم. بعد تمام. رحمت. ولی اولین نقطه‌ای که آدم چند رفت دقت مرا جلب کرد همین تربوز رنگ زرد بود. خب جمعیت اداره مسئولیتش محدود یاسمینه میاد. این همین اصلای وطنی است. اینجا میبینید سپاسنامه و افتخارنامه هاشون خیلی زیاد است. اصلای کجا است مادر جان؟ سلام علیکم. اینم از شما؟ اصلای کجا است این؟ این اصل کو. کیلوش چند سوم؟ کیلوش؟ کیلوش 80 سوم. کیلوش 80 سوم؟ چشیدنش به پول است؟ به پول است. چند خیلی خوردنش هم به پول است. چند خیلی بخوریم. ایروز عبدالله برای من رشک میکنه که من بعد تربوز اصلا یک بار چشیدن نمیدونم چی میشه دیگه. عجیب بود میشه. همین اصلایی که گلو را میسوزاند که از قبل همین گونه اصلا است. اینش ازش چی فرق دارد؟ این کوه این اکاسیا است. نفهمیدم یعنی ساده تر درخت اکاسیا. درخت اکاسیا. ایش ایکو. شما چند سال شد با اصل پروری مشغول؟ 20 سال شد. صادرات بیرون از تاجیکستان کجا کرده تو این وقت؟ با ازبکستان کردیم. با ازبکستان. ماراتوری که پرزیدنت اعلان کرده بود برای زنبور پرورا یگان نتیجه داد برای شما چند وقت پیش ماراتوری بود؟ چه خوب بود. با چه نتیجه رسیدین شما مثلا چی سبوکی ها آوردن بالای شما؟ های دستگیری میکنن. دستگیری میکنن. در سمت اصل پروری امروز ما چه پرابلم داریم که حل کنیم روی حلش بیابیم؟ پرابلم ما بر زنبور بسیار کردن مونده. شمار زنبور بسیار کردن. برای شمار زنبور بسیار کردن چی مسئله است که نمیتونیم کرده؟ ما مثلا کمتر دستگیری کردن. چی نمودی دستگیری؟ مثلا من میدونم که برای زنبور پرورا، ماهی پرورا، مرغ پرورا یک ماراتون چند ساله اعلان کردن پیشتر. باز مثلا چی دستگیری باید باشد؟ باید دستگیری کردن که مثلا با کمتر صبح واگن، صبح یگان سیخ یاشک بروری، یگان سیخ واشینا بروری کردن کن. لابراتوری کردن کن. ما همون سیخایی که در تاجیکستان استحصال شود خانه‌های زنبور نداریم.
خانه زنبور استحصال شود در تاجیکستان همین خیلی جا داریم یا نه؟ داریم جو داریم. لابراتوری گفتین لابراتوری چه در نظر داشته لابراتوار برای آنالیز اصل کردن مثلا داریم لابراتوری یا نه؟ نداریم. شما در کجا با لابراتوری میگذارونید؟ ما در شنبه میگذاریم یک تا در دوشنبه است. از همین ختلان دوشنبه میره. شنبه میگذاریم خب امیدوارم که در منطقه ختلان یک لابراتوری تاسیس میباد. چی میخواستی عبدالله؟ کیلوش گفتن 80 سوم. این از این فرق داره نرخش؟ این چند سوم است؟ این چند سوم است؟ این 70 تومان 70. رقمتون همونه؟ اگر کسی خریداری باشد میتونه رقم تلفن بگه که ما تلفن هست رقمتون بگید در 919 21 45 14 919 21 45 اسماعیل در کدام منطقه بود؟ منطقه بختر بختر. ما من بعد همین تصمیم دوام میتیم عبدالله برای تبلیغ مال و محصولات وطنی اگر هر کسی میخواد ببینید ما- سه نمود اصلا نه من با هم محبت دیگه نمیتونم دیگه نمیتونم بس همین دو تاش بس زنده تشکر باشه زنده باشه برای که واقعا گلو را میسوزونه دیگه ولی اون طرف هم هست با خوردن در کار تشکر خب پیسته های وطنی است اینجا از خوجگی دهخانی خیرامان سلام علیکم این ناحیه خراسان خراسان خوجگی دهخانی خیرامان سربالم سعید شو پیسته چند سوم پیستا سر میشد از 80 سومون کارکار کردگیش تو 190 سومونه 80 سوم کدومش من این 80 سوم من این 80 سوم من این 80 سوم این درختایی که قبلا طبیعی بودن یا که درختایی که خودی جمع درختای طبیعی است مردم عادی هم امروز برای جمع‌آوری پیسته مشغول هست یا نه هم مشغول هستند ما از دهقان اینو خریداری کرده کارکار میکنیم از دهخان خریداری میکنید شما کار کرد یعنی خودتون منطقه زمین درخت نه زمین داریم با برای کارکار کردن از دهقان خریداری میکنیم و چون که با ما خودمون کمیتی میرسونیم امروز در سمت استحصال پیسته همین پیسته وطنی و جمع‌آوری پیسته ما چه پرابلم داریم که راه حلش بیابیم یک جای اکنون نمیر چیش تجهیزاتش ما در پرابلم بود با تشبس اوسایی لایحه اکد و ما تجهیزات دادن مثال نصیب باشد تجهیزات کتی کار فعالیت میکنه یعنی چه تجهیزات است که کار کرد تجهیزاتی که همین پیسته را مغز میکنن پیسته را جدا میکنه پوچاقه چیز جدا میکنن مغز میکنن حالی کار شروع نکردین شما نه اوزی مای فعال در ماده آوردن و نصب کردیم اوزی سیزن یک ماه بعد سر میشد نصیب اون تجهیزات از کجا آمد از ترکیه از ترکیه آمد خب خیلی زیاد است حالی شرکت و کارخانه ها من میخوام که دیگه صحبت مون کوتاه‌تر کنیم ولی در این نقطه من میخواستم باز مخصوص سیستم میوه خشک خوالینگ این طرف سی عثمانو و منیژه من نفهمیدم یعنی میخواستم شکل درست شیابم محصولات آمیخته ای که با نام هولبوک پیشنهاد میشد من از این شرکت چیز خوشم آمد که شکل پیشنهادش خیلی مؤثر است همین چهارمغز عادی را که ما میتونستیم در یک تریلکا بگیریم در فروش بونه ولی بسته بندی کردن این بچه ها چهارمغز و خرسندتر از همه هستم که یعنی محصولات نامش اول به زبان تاجیکی تبلیغ کردن بعدا عریق نوشتن و اینجا جای استحصالش هم جمهوری تاجیکستان شهرک هولبوک رقم تلفنش هم هست با نمایندگی میتونین برای خرید و فروش با کشورهای خارج همکاری کنین 987 86 36 20 و فقط بغیر از چهارمغز بچه‌ها دیگر مال و محصولات هم دارن آمیخته مثل همین مویز و دانگی که داریم و این مغز کدو هم که هست گروخ لوبی همش بسته بندی کردن واقعا این گونه تبلیغ و این گونه پیشنهاد در زمان معاصر سر توجه هست و قابل قبول و اینش با خوشم آمد که حتی بچه‌ها با دنیای اینترنت هم پیوستن توییتر اینستاگرام و فیسبوک هم دارن حتی درخت سبز نامش آبونه شین حتما و با فکر میکنم که اونجا باید بیشتر ببینین از تبلیغ اینو خب میوه خشک خوالینگ است سلام علیکم درود بر شما خب چهارمغزای خوالینگ بیا دیگه شما خواهش میکنم معرفی کنید چی نام داره این خوچ این اولچابندک قاق شدگی است نه قاق شدگی بله اینش این اولیچای کوهی اونش دلانه زرد سیب نوک نوک این قاق سیب چهارمغز چند سوم است چهارمغز 10 سوم 10 سوم حالی وقتی که در این نمایشگاه بین المللی اومدیم به یگان مال محصولات شما توجه شد یا نه بسیار توجهی همه مردم روسیه زیاد شد همه 7 نمودی محصولات که زیاده ما هر کدوم همه 100 تونای تیار میکنیم ما علاقه با ولایت آلتایسکی کرای شهرنامه بستیم در همین نمایشگاهی که پیشتر در همین نمایشگاهی هم امروز
бо чӣ дар кадом намуди маҳсулот шартнома бастед? дар ҳамаи намуди маҳсулотҳо шартнома бастем. Тонаша муайян шуд ё не? Тонаш муайян шуд. Ҳар кадомиш 110 то 120 тонна. ин маҳсулот барои ватан мерасад ки аллакай мо барои содирот шартнома бандем? Мерасад зиёдаи дар я ноҳияи Ховалин ҳеҷ агар ҳамин истеҳсол нашавад, ай мардуму ай хоҷагиё қариб 300-400 тонн истеҳсол мешавад аз ҳар намуди. дар самти истеҳсол ва ҷамъоварӣ мо имрӯз чӣ проблемаҳо дорем ки роҳи ҳал шавад фикр кунем? Проблема мо фақат барои ҷамъовариш ҳаме кунем. Проблемаи асосӣ мо ҳамин аст ки мо таҷҳизоте надорем ки ҳамира ба сифати баланд хушк кунем ва ҳамин маҳсулотҳои ҳамин хоҷагии ҷангала коркард кунем. ин таҷҳизот шумо намунашаве дорем ки дар ягон кишвар бошад? таҷҳизот ҳаст, намунаш дар олмон аст, дар Хитой ҳаст. хеле қимат меистад? Не хеле қимат не ки мо имсол ҳаракат дорем ки ҳамин таҷҳизотҳо мо то моҳои августа дастрас кунем. салом алайкум. 4 ҷумла ширката муаррифӣ кунед. саломат бошед. ин ширкат ном дошт маҳсулот хӯрокворӣ шаҳри Бухтар. ҳасанҷон. Не, ин ҳасанҷониш инаи қутиёи ин қутиёя? ино аз ин фарқ дорад. хӯрокворӣ шаҳри Бухтар ай. кай таъсис ёфтин комбинат? ин ай солҳои шӯравӣ буд. Ай солҳои шӯравӣ обҳои ташнашикан мебаровард. Мо гирифтем баъди чӣ мақсад наи сухафруктию анаи хеле консерваву хелиёро ба роҳ мондагим. аҳоли чанд нафар кор мекунад? ҳозир зиёда ай 38-40 нафар кор мекунад. ҳамин баъзанҳо даъво мекунанд ки яъне корхонаҳои қаблӣ дар шумори зиёди коргаро буд, ҳозир камтар. яъне сабаб чӣ шуд ки ҳозир коргаро шуморшон кам шуданд? сабаб ай ҳисоби ҳамин маҳсулот кам ки мерава ҳамин ҳисоба таҷҳизотҳои ҳозира замон оварда мақсад сабт карда баъд оста зиёд мешавад. маратоне ки имсол президент аллакай эълон кард дар амал татбиқ шуд ё не шумо дар ягон пешравӣ ҳаст? пешравӣ ҳаст, мақсад тафтишҳо чизо хеле кам шидаги ҳисоби манатори бо дастгирии ҷаноби олӣ. дар ҳамин самт мо чӣ проблемаҳо дорем ки роҳи ҳал шавад фикр кунем якҷоя? хай ҳамин ҳукумати ҷумҳурӣ дастгирӣ кунад ки ҳамин чизои соҳибкорӣ бо ривоҷ биёвад, чӣ кунад ҳамин тафтишотҳо ва ҳамин чизо камтар шавад. чаро молу маҳсулоти шумо бештар ба забони русӣ ва англисӣ таблиғ мешавад? тоҷикӣ ман надидестам? ака мо инро барои содирот мекунем, асосира мо барои содирот мекунем, барои ки чия барои ҳамун мақсад мо русию англисӣ чоп мекунем ки ё ҳамаш молҳои барои содирот кунанда аст. ман медонам ки бисёре аз молу маҳсулоте ки содирот мешавад ба кишвари мо меянд аввалтар аз он ба забони қазоқӣ, чинӣ ё русӣ худашон авлавият мегузоранд. шояд дар оянда дар ин бора фикр кунем. чӣ шумо гуфтаниян ки мо тоҷикӣ ҳам бошад, русиву баъд англисӣ. таблиғи забон аст дигар. иқдом мегирем, чӣ ояндада хай тоҷикиша мекунем. ташаккур ба шумо. ман хурсанд аз ин чиз. ҳамин таблиғе ки яъне маҳсулоти тоҷикистон аст, продукт оф Таҷикистон, маҳсулоти тоҷикӣ, ин мара бисёр хушум омад. баъди камера биги бибар чика. Не, ташаккур шумо. бо наган ки аз ин ширкат мо майда ҳам бошад пора гирифтем набошад. не як татия тамом. не якта баса. мо пеши камерада мегирем. бо ташаккур аз шумо. саломат бошед. хуб ин тараф мегузарем абдуллоҷон ки аллакай намоишгоҳ қариб ба охирам расида истодааст. намедонам барои чӣ хеле ба вақти кам идома кард. خب منطقه آزاد اقتصادی دنغره است اینجا که در منطقه آزاد دنغره نیست. اینجا سالفیتکا تر و دو شهدم این هم پامیدورایی که بخشش این در منطقه آزاد دنغره استحصال می شدن. نامش هم دو شهد. ما از هر شرکتی که ولی یک لحظه نه تشناتیم از هر شرکتی که مال و محصولات با زبان تاجیکی تبلیغ میکنند ما از این چیز خرسند میشیم و مخصوص میخوام در این مورد گفته گذارم بچه‌ای که میخواهید که از تمات یعنی پامیدورای کارت دو شهد استفاده برید ما میخوام رقم تلفنشون رو بیاورم که زنگ زنید همکاری کنید 915 25 0049 برای فروش و برای صادرات 915 25 0049 ما در اول گزارش گفته بودیم که یکی از وظیفه‌های امروزه ما تبلیغ رایگان شرکت‌های وطنی است. خب این طرف هم در فروش است. مال محصولاتی نسیم. آی نه آخی. این من انتظار نداشتم. وقتی که به فکرم که گفتن که رایگان است دیگه بگیریم. این متاسفانه این وضعیت متاسفانه وضعیت بعد شرایط بد اقتصادی ما را نشان میدهد که ما دیگه ادامه نمیخوام یگان گزارش یگان شرکت تبلیغ کنم. تمام
خوب دلیل چرا نمیخوای با این مردم صحبت کنی؟ نمیخوام. من خیلی واقعا میخواستم که امروز یک چیزی خوب تبلیغ کنیم، یک حرفی خوب بگیم، از شرکت‌های وطنی بگیم، از پیشرفت‌ها بگیم، ولی وقتی که روبروی واقعیت‌ها میمونه آدم لال میشه دیگه. یعنی وقتی که میگه که رایگان است همش و مردم دیگه حمله میکنن. سلامت باشین. عبدالله ما دیگه نمیخوام دیگه اینجاش حتما بمون، دیگه نمیخوام یگون شرکت در موردش تبلیغ کنم و حرف زنم. چی اومده؟ چه؟ نفهمیدم اکا. چی با؟ برای چی؟ کی میگن اکا؟ ممکن نیست؟ برای چی آخی؟ ما روزنامه نگاریم آخی. شما کی هستی اکا جان؟ ای بچه چی؟ بچه امنیت خیلی نمیدن اکا. زید نمی کار مونده خلال نمیرست. خیلی واقعیت است، خیلی است آخی. ما ساختکاری نکسیم ما اکا. خب بچه های امنیت ما را نگذاشتن که ما یک لحظه بسیار ننگاور ایشان بتیم و شاید خوب هم کردن، برای که دیدنش شاید سخت، دیدنش شاید در حقیقت سخت باشد. ما در اول خیلی انرژی خوب کتی پوزیتیو کتی آمده بودیم و واقعا درود میگیم به همون فیک هایی که میگن که شما فقط از ناتوانی از مشکلی میگین. ما این روز واقعا از براسی خدا من آمدم از دوشنبه خرج کرده به خاطر معرفی مال و محصولات وطنی و حتی رقم‌های بسیاری از شرکت‌ها را برای شما آشکارا گفتیم. دلیل؟ ولی وقتی که آدم روبروی واقعیت‌ها میموند آدم لال میموند که دلیل؟ چی معنا میته؟ یعنی چی معنا میته با فکریت اول وضعیت یعنی مردم گشنه است. مردم به این نمایشگاه دروغین دیگر چون این مردم هم میدن که پشت رشادگاه انتظار بودن که که مقامات رسمی از اینجا دیدن کند و گذار کند. بخصوص رئیس شهر بختر اینجا بود، رئیس ولایت بود، نمایندگان تشکیلات خارجی داخلی و بین الملل بودن. همین که اونها این نمایشگاه ترک کردن، اول شرکت ها مال و محصولاتشون جمع کردن و شروع کردن، بعدا مردم دیگه حمله کرد. یعنی چی گشنه؟ در واقع مردم ما گشنه است؟ نه یعنی نه یعنی گشنه، من معذرت میپرسم، گشنه به اون معنا نه، یعنی پرابلم اقتصادی دارد مردم متاسفانه. شاید این به اون معنا است که پیش از صادرات باید اول بازار داخلی را تامین کنیم و محصولات در بازار داخلی دسترس کنیم. یعنی باید نه مثلا برای 1 کیلو زردآلو و ندود مثلا جنگ نکند. ولی ببین عبدالله، اگر واقعا از لحاظ اقتصادی ما تامین باشیم و شکم ما سیر باشد، ما در این نمایشگاه حمله نمیکنیم به طور اتوماتیک، چون میدونم که همین کارتوشکا در خونم هست، همین زردآلو در خونم هست، همین گیلاس در یخدانم هست، ما حمله نمیکنم. شاید با یکی از آنهایی که حمله کردن صحبت میکنیم. نمیخوام. واقعیت از زبان واقعا نمیخوام و حتی میخوام همین محصول همین با کسی هدیه کنم. بعد در جون بیا اینجا رو ببین. اینا گیر از نوع من. میخوام همینم هدیه کنم، نمیخوام با خودم برامش، هرچند با محبت برام دادم. مثلا با همون خالا بیا صحبت کن. این اینجا. سلام علیکم خالا جانو. اینا را به پول گرفته؟ نمایشگاه دبای نمایشگاه بکش داره. خالا جان نمایشگاه معقول شد؟
آماده مخصوص شید. هر سال رایگان میتین. هر سال رایگان آیا. چی معقول شد از این نمایشگاه با شما؟ ماده همه که کمبغلا رو نگاه میکنن. یعنی در آخر نمایشگاه میدین به مردم. هر سال هم میخیله. هر سال هم میخیله. مثلا برای از بازار خریدن چی مشکل داریم ما؟ نرخ نوا قیمت تر کم تر. چی قیمت است که اینجا به پول میگیرید؟ نرخ نوا قیمت. خب شما اینجا آرد و روغن گرفتن نتونستین که دیگه. کارتوشکا و پیاز گرفتین چند دانه. بله. آخر سخن و تمام. بله واقعا این طرف نه مردم حتی هندلا ده حمله میکنن. ای کاملا نکن. چی با نکنه؟ چیکار کنم چیز مردم خوبه چیکار کنم؟ واقعیت از چی کار کنیم برادر؟ از واقعیت کجا میگریزی؟ از حقیقت گریز نیست. ما از خودمون عبدالله از خودمون تا کجا میگریزیم برادرای عزیز؟ آخر سخن دلیم. این انگشتی است که اگر بگازی درد میکند. یعنی مردم در یک سیتکه 2 دانه کارتوشکا و 3 دانه پیاز و 1 دانه سبزی هم دارد. این بود نمایشگاهی بین المللی صادراتی باختر فود 2022 که در اول به شکل خیلی رمانتیکی زیبا میرفت و ما هم به این دروغ اعتماد داشتیم، باور داشتیم و واقعا صادقانه میخواستیم نمایشگاه معرفی کنیم و تبلیغ کنیم و نام چند از شرکت ها را برای شما گفتیم، استحصالشون، کار و فعالیتشون گفتیم. ولی متاسفانه در آخر بعد از رفتن نماینده های حکومت، نماینده های تشکیلات های بین الملل، متاسفانه به این واقعیت های سخت روبرو شدیم. خدا کند که ما هر چی زودتر به استقلالیت اقتصادی برسیم، کیسمون همون قدر مبلغ داشته باشد که دیگه منتظر چنین یک نمایشگاه های رایگان نشیم. تمام. زنده باد صلح، ثبات و آرامش در دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا دردهای دیگر. برای شما پیشنهاد میکنم مهاجرانی که در فدراسیون روسیه ما را میبینید، اولتر آدم خدا کند که با پای شما خار نخلد و شما سلامت و بردم و سرپول به نزد فرزندانتان برگردید. ولی خدای نکرده اگر شما از بیماری‌های ستون مهره، گریژا، استراخاندروز و عموما هر بیماری که به میان ربط دارد اذیت میکشید، حتما مراجعت کنید به دکتر بختیار که در نزد بازار صدوات شهر مسکو یک مرکز طبابتی هیجامه کشاده است که شما در اکران معلومات بیشتر از مرکز طبابتی هیجامه خواهید دید و همزمان ما بازم شرح بیشتر از مرکز طبابتی هیجامه در جای اپیسان، یعنی در جای شرح بیشتر میگذاریم و باور داریم که شما با رفتن به نزد دکتر بختیار پشیمان نخواهید شد. همزمان به سهم شما میرسونیم که در اکران میبینید و در جای اپیسانی دکتر بختیار از رفت طبابت خودش ویدیو گزارش ها برای شما پیشنهاد میکند. من خودم شخصا چند از این ویدیو گزارش ها را دیدم، بسیار مفصل آنجا برای شما اطلاع میدهد که کدام نمود بیماری رو چگونه طبابت میکنند. خواهش میکنم به همین صفحه برادر بختیار هم آبونه شید و هم ویدیوهاش پیگیری کنید و برای دیگران پیشنهاد کنید.